تحصیل بانوان از جمله مسائل مهم میباشد که توجه خاص را طلب میکند، زیرا تحصیل برای بانوان نه تنها امکانیتی است که برای رشد شخصیت مساعدت مینماید، بلکه برای بهبودی اجتماعی و اقتصادی جامعه نیز تاثیر میرساند. هدف اساسی قبول دختران در دایره کوت پرزیدنتی این بلند برداشتن سطح سوادناکی دختران جوان و تأمین دسترسی دختران از منطقه‌های دوردست و دهات به تحصیلات عالی میباشد. امروز در شهر اسفره جلب دختران دهات طریق کوت پرزیدنتی و مؤسسه‌های تحصیلات عالی کشور در سطح خوب به راه مانده شده است. خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی ما طول 4 سال است که در مکاتب عالی طریق کوت پرزیدنتی 98 نفر در تعلیم و تحصیل فرا گرفته شدند که از آنها 48 نفرشان دختران بوده. در سال تحصیل 2024-2025 14 نفر آنها همچون متخصص به کار و فعالیت آغاز نمودند. منیژه عبدالله‌زاده از شمار جوان دخترانی است که سال 2021 طبق کوت پرزیدنتی به فاکولته بیولوژیا و شیمیای دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов داخل شده آن را سال 2025 ختم نموده است. من از خردی به فن شیمیا شوق و هوسی به اندازه داشتم و شکر میکنم که پیشوای ملت یعنی کوت ها تشکیل نمودند و من طریق کوت پرزیدنتی به دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورov داخل شده آن را با موفقیت ختم نمودم. از ماه سپتامبر سال 2025 به کار شروع نمودم. در مؤسسه به خوانندگان از فن شیمیا درس گذاشتم. کوشش می نمایم که خوانندگان را با روحیه وطن دوستی در راه علم و معرفت تربیت نمایم. مینداری خود را به پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان میرسانم که ما جوانان را صاحب کسب نمودند. باید گفت که کوت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مقصد دستگیری و جلب دختران و پسران با لیاقت دهات دوردست شهر و ناحیه‌های جمهوری و مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی تامین منطقه‌ها با متخصصان صاحب کسب به نظام درآوردن روند قبول دانشجویان و مؤسسه‌های تحصیلات عالی روانه گردیده است. محمد سعید لطیف‌زاده نیز یکی از جوانان خوش اقبال است که کوت پرزیدنتی آرزوی دیرینه‌اش را عملی ساخت. کوت پرزیدنتی اقدام خوب و تحفه ارزشمند برای جوانان از جانب پرزیدنت کشور بوده. نفرانی که طریق آن تحصیل میکنند باید به قدر این غمخواری راهبر دولت رسند و خوب و اعلی تحصیل نمایند و متخصص خوب گردیده به دولت و ملت خویش خدمت صادقانه نمایند. صابر ایوبی، صاحبان قربان، شهر اسفره، اخبار.